و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. گاهی یک کمکی، مددی، نفسی، خونی به انسان میرسد از اونجایی که هیچ خیالش رو نمیکرد، هیچ در محاسبات اون نمی گنجید. رزق لا یحتسب را همیشه در محاسباتتون به طور اجمال در نظر داشتم. درست است که محاسبات عقلانی و مادی تأثیر گذارن، در این شکی نیست و لازمن، اما یک جایی هم باز بگذارید برای محاسباتی فراتر از مسائل مادی، فراتر از اونچه که به عقل انسان میرسه. یک جایی این رزق لا یحتسب است. این همون چیزیست که محاسبه نشده است و به ما میرسد. این در همه محاسبات ما وجود داره، در همه کارهای جبهه مؤمن این رو باید رعایت کرد و در نظر داشت و انتظارش رو داشت.